در این ویدیو برای شما آموزش میدم که چگونه میتونین با $1000 آمریکایی شروع بکنین تریدینگ و یک سبد سرمایه گذاری خوب برای خود بسازین. حالا میفهم که این $10,000 آمریکایی است، ولی شما چگونه میتونین با یک بخش از این بتونین شما شروع بکنین تریدینگ و داخل بازارهای مالی ماندگار باشین و از بازار فایده بگیرین. چرا حالا باید پول نقد خود از سرمایه گذاری بکنیم؟ چرا در بانک ها نگذاریم؟ چرا باید بریم ریسکش بلند ببریم؟ حالا در زندگی همیشه وقت ما ریسک میکنیم. با طیاره یک جای میریم ریسک میکنیم، با موتور یک جای میریم ریسک میکنیم. هر کار دنیایی که شما میبینین ریسک خود داره. و نکته جالبی است که همگی نمیفهمند که سرمایه گذاری از یک پول خرد شروع میشه و نیاز به $1,000,000 نداری. میتونی از پولای بسیار کم شروع بکنی و هیچ کس هم دمت گرفته نمیتونه. هیچ میلیونر از شکم مادر میلیونر به دنیا نامده تا یک فامیلی بسیار ثروتمند داشته باشه. ما شما قدر طالع نداریم که فامیلای ما خیلی ثروتمند بوده باشن که ما امروز میلیونر باشیم، ولی ما میتونیم یک علم اکتسابی است که کسبش بکنیم و از این استفاده بکنیم و با خود پول بسازیم یا ثروت بسازیم. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز در مورد این صحبت میکنیم که چگونه شما با کمتر از $1000 آمریکایی یا با $1000 آمریکایی تریدینگ شروع بکنید. بالای کدام ارزها باید سرمایه گذاری بکنین تا اینکه حفظ سرمایه بکنین، یعنی که از دست نتین پولای خود. شما اگر در دنیای ارزهای دیجیتال تازه کار هستین یا جدیداً پیوستین یا هم کسی که پشت یک استراتژی هست، مثلا پول داره، در مورد ارزهای دیجیتال معلومات هم داره ولی نمیفهمه چگونه مثلا پول خدا وارد کریپتو بسازه. شما درست از پول دارین ولی نمیتونین که بیارینش سرمایه گذاری بکنین، چون نمیدونین چگونه این کار انجام بدین، کدام اقدامات را باید مد نظر بگیرین و کدام کارا را باید انجام بدین تا اینکه پول خدا سیف سرمایه گذاری بکنین و هوشمندانه سرمایه گذاری بکنین. خرید و فروش یک طفل هم میتونه داخل صرافی بره و خرید و فروش بکنه، ولی که سودساز باشه خیلی افراد کم میتونه. و ما خودم یک تریدر ارزهای دیجیتال هستم، کسی که میتونم روزمره ترید بکنم، میتونم سرمایه گذاری بکنم، میتونم دقیق ترید بکنم. البته ما برای شما پیشنهاد نمیکنم که با پول اولیه که شما تجربه ندارین بیاین داخل و فیوچرز ترید بکنین یا اینکه بیاین معاملات پر ریسک باز بکنین بالای میم کوین ها، بالای آلت کوین ها، بالای کوین هایی که واقعا برای شما سود در بلند مدت نداره. حتی اگر شما $1000 شما با $10,000 آمریکایی تبدیل شود با یک میم کوین، شما با سومین یا چهارمین ترید حتما کل پول خود از دست میدین، چون نمیدونین چگونه مدیریت ریسک بکنین و چگونه از این استفاده درست بکنین. حالا لطفاً ویدیو رو تا آخر ببینین تا اینکه متوجه شوین در مورد چی صحبت میکنم و چه قسم هوشمندانه پولای خود وارد سرمایه گذاری بکنین. بریم سر اصل موضوع. حالا $1000 داریم، چگونه بیاریم سرمایه گذاریش بکنیم؟ قبل از اینکه پولای خود شما بیارین و بکنین، شما پول دلار دارین، نمیفهمین که چگونه ایده بیاین و ارز دیجیتال بخرین. یک، شما نیاز به صرافی دارین، صرافی ارزهای دیجیتال که شما ایده بخرین و بفروشین. خوشبختانه با پاسپورت افغانی و با تذکره الکترونیکی میتونین شما داخل بایننس ثبت نام بکنین و از بهترین صرافی ارزهای دیجیتال در دنیا و اولین استفاده بکنین. لینک صرافی در پایین است و این QR کدش است، میتونین شما استفاده بکنین. کسایی که در اروپا هستن میتونین استفاده بکنین و کسایی که داخل افغانستان هستین میتونین استفاده بکنین. در افغانستان حتی فیوچرز هم استفاده کرده میتونین، خیلی عالی است. اگر شما رفرال کد میخواست 016 نوشته بکنین برای شما باز میشه، چون بعضیا خیلی مشکلات داشتن و نمیتونستن که را حل بکنن. و همچنان اولا براتون پیشنهاد نمیکنیم که کارا بکنین، ولی اگر خواستین و اگر فهمیدین که کار انجام دادن میتونین که انجامش بدین. پس $1000 تقسیم 2 میکنیم که 50% میشه. 50% اول از بالای ارزایی که پدر مادردار و استیبل هستن تقریبا بگذاریم، مانند بیت کوین و اتریوم. حالا بستگی به این داره که چقدر خودت ریسک پذیر هستی و بالای کدامش بیشتر میخوای سرمایه گذاری بکنی. میتونی 25% بالای بیت کوین، 25% بالای اتریوم بگذاری، یا 30% بالای بیت کوین یا 20% هم بالای اتریوم بگذاری، یا هم 40% بالای بیت کوین و 10% بالای اتریوم بگذاری. و باقی مانده پولا رو یکا به یکا میریم در موردش صحبت میکنیم کدام باشه. چرا 50% میخوایم که داخل اتریوم و بیت کوین باشه؟ حالا شاید در فکرت باشه که خب بیت کوین یک دانش $100,000 آمریکایی تقریبا 95,000 امروز، چگونه میتونم از این فایده بگیرم؟ یعنی چه قسم از این برم فایده بگیریم؟ در قیمت شده. عین سوال شما در زمانی که 16,000 بود بیت کوین می داشتین، یعنی که من چرا برم 16,000 قیمت بیت کوین است، من $100 یا $200 یا $1,000 برم بیت کوین بخرم، در صورتی که من نمیتونم یک تا بیت کوین داشته باشم. شما نیاز ندارین که یک تا بیت کوین داشته باشین، شما یک ساتوشیم که داشته باشین برای شما کافی است نظر به پول شما. حالا اگر شما $1,000 زمانی که بیت کوین 16,000 بود، سالایی که من داد میزدم، اگر میخریدین امروز $1,000 شما $4,000 یا حداقل $3,000
چند صد دلار بود تا 5000 دلار آمریکایی، ولی بسیاری آلت کوین ها رشد نکردن، برعکس افت داشتن. نمیگم که آلت کوین ها بد است، ولی این از ذره امتر می باشه. در 2 سال برای شما 1000 دلار شما رو تبدیل کرده بود به 3000 دلار آمریکایی. پس به نظر شخصی من بیت کوین جای امتر می باشه و شما را نمیترسونه. زمانی که بیت کوین 5% پایین می، آلت کوین هم 20% پایین می. یعنی که اگر 100 دلار بالای بیت کوین داشته باشی پولت 95 دلار میشه، بالای آلت کوین اگه داشته باشی پولت 80 دلار آمریکایی میشه. پس پیش از پیش این تصمیم باید خودت بگیری. البته نظر شخصی من است که تو بیای و پولت 50% بالای دو کوین بری، ایتریوم و بیت کوین. حالا اگر از ریسکت کمک بلندتر میبری میتونی که 20% بیت کوین 30% ایتریوم بگیری. میمونه 50% پولی دیگه. 20% از بالای آلت کوین هایی که از ذره خوبتر میتونه برای شما فایده بده. مثلا BNB بایننس پشت سرش است، مثلا سولانا است. اینا میتونه، مثلا ماتیک، مثلا ادا، میتونین از این 3-4 ارز یکیش برای شما خودتون انتخاب بکنین. در صورتی که شما خودتون برین در مورد از این ارزها تحقیق بکنین و بخرینش. پیشنهاد من فقط است و این ویدیو بدون شک یک ویدیوی آموزشی است، نه ویدیویی ازی که برای شما بگم چی بخرین و چی بفروشین. پس اگر من انتخاب بکنم بین آلت کوین های خوب، اولش BNB می باشه، بعد از ایتریوم و BNB جمع ادا میخرم یا ماتیک میخریدم میشه. حالا ماتیک هم نه، ادا میخریدم که ذره وضعیت بر ادا خوبتر است، میتونه که زیادتر رشد بکنه. پس 20% پول خود آوردم بالای ادا و کدام ارز؟ BNB. اما 30% دیگه پول من 30% چه قسم بیارم داخل ارزها؟ کدام ارزها باید بخرم؟ حالا میاریم بالای آلت کوین هایی که یک کمک ریسکشون بلندتر است و پروژه های پرپتانسیل است، مانند APT یا مانند اپتوس که بلک راک در پشت سر امرایزی کار میکنه. یک پروژه خیلی قشنگ به نظر من است. پروژه دیگه به نام دات، درست است که روندش نزولی خود چند روز گذشته ساخته، ولی اگر شروع شود آلت کوین سیزن بدون شک یکی از بهترین و تاپ ترین پروژه ها را خود شما دیدین به نام دات و اپتوس. و یکی دیگه ایش هم بهترینش هم ARB یا آربیتروم است که یکی از بهترین نامه باشه. یعنی از این سه کوین انتخاب بکنین، 20% پول دیگه تون هم میتونین که داخل از این برین که مجموعاً 90% شد. و 100 دلارش هم بگذارین استیبل کوین باشه مانند USDC یا هم USDT. چرا این کارو میکنم؟ میشه که شما اگر بخرین قیمت پایین بره، حداقل یک پول داشته باشین که برین کمی دیگه هم زیادتر برین از ارزها بخرین. حالا فقط خریدن مهم نیست، ثبت نام صرافی بایننس مهم نیست، تحلیل و تکنیکال یا مهم نیست، مهم استراتژی است که تو اینجا پیاده سازی میکنی، یعنی که چگونه پولای خود وارد بکنیم. حالا مثلا اگه بگم 1000 روپیه از بخرین، شاید بسیاری مال ویدیو رو پاوز کرده رفته 1000 دلار وقت رفته خریده، در حالی که ویدیو رو تا آخر ندیده که من چی میخوایم برات بگم. حالا بجز از اینکه مثلا تو پول داری و میخوای بخری، چی کار باید انجام بدی؟ چه قسمی رو باید بخری؟ میفهمی؟ نه. از حال بک برات بگم، چون به خاطر ویدیو رو وقتی تو کلیک کردی دیدی با این مناسبت که یک ذره معلومات پایینتر است و میخوای که معلومات خود بلند بری. آفرین به تو که اینجا آمدی و آفرین به تو که وقت گذاشتی به خود و آفرین به تو که شروع میکنی کارا را. خب حالا یکی از استراتژی‌ها به نام DCA یعنی دلار کاست اوریج، یعنی که شما پلی وارد میشین میخرید. مثلا حالا فرض کنید اینی پولای شماست، پول خود به 3 بخش تقسیم کردین. شما اگر برین تمام پولتون یک باره برین اگرزه بخرین، اشتباه است. به کسایی که نوستین اشتباه است. به کسایی که تریدر هستن و زود فایده و نقص خود میگیرن از بازار میبرن. شما میتونین یک بار مثلا هفته اول $1 سرمایه گذاری بکنین یا $100 حسابش بکنین، هفته دوم دیگه $100، هفته سوم میره، یا ماهوار. حالا مثلا $1000 که شما میخواین سرمایه گذاری کنین، تقسیمش بکنین به 3 ماه، تقسیمش بکنین به 5 ماه. یک دفعه هول نشین کل پولا رو برین بخرید. یعنی که $1000 خدا تقسیم به 10 بار میکنین و هر 2 هفته بعد یک بار خرید میکنین. مثلا 10 تقسیم اگه بکنین هر هفته $20 یا $30 تو میری بیت کوین میخری، $5 $10 ایتریوم میخری، $10 $15 مثلا BNB میخری. این قسم یعنی تقسیماتش بکنی، کل پول یک جایی نخری، کم کم بخر. یعنی قیمت اگه بالا میره تو میخری، پایینم میره تو میخری، بالا میره میخری، پایینم میره. ولی دراز مدت ما میفهمیم قیمتش بالا میره. یعنی در هر بالا و پایین رفتن تو خریده میری و دلار کاست اوریج میشه، قیمت بالا میره تو فایده میکنی. عین کاری که بلک راک یا میکنه. مثلا بلک راک میتونه در یک روز به 50 میلیارد دلار بیت کوین بخره تمام. ولی چی میکنه؟ با ندرت هر روز، هر یک هفته بعد، هر 5 روز بعد میخره، هر 4 روز بعد، یا مکررن هر روز میخره که به نام دلار کاست اوریج میگه. به اینکه ریسک خدا پایین بریم. در یک دست ما سبد سرمایه گذاری داریم، در دست دیگه که بسیار مهم است این است که از کدام استراتژی استفاده کنیم به خاطر خرید ارزهای بلند مدت. اما ریسک پایین داره و همین ریسک پایین داره درست است، ولی چه قسم واردش شویم و چند ماه پولای خدا وارد بکنیم. اگر اینکه تویی که مثلا امروز میگه اوکی $1000 من امروز انداخته میتونم و یک ماه
اوقات دمی روز 1000 دیگه میتونم چون کار میکنم و عاید میاد، تو میتونی که روز هم بخری. ولی اون شخصی که بسته کل عمرش $1000 آمریکایی است، او باید یک جایی خرید نکنه، بعدش پشیمان میشین و پشیمانی هم سود نداره. در پولیزی که شما امروز فهمیدین که چه قسم سبد سرمایه گذاری بچینین و چگونه خرید بکنین. مثلا اگر ما باشم $1000 ما تقسیم بر 5 میکنم و هر ماه یک بار خرید میکنم، یعنی در 5 ماه $1000 خود سرمایه گذاری میکنم. حالا اگر حقیقت براتون بگم با $1000 شما 50,000 $100,000 در ظرف یک ماه، 2 ماه، 4 ماه، 5 ماه نمیتونین ساخته، تا اینکه ریسکای شاخدار و دمدار بکنین که به نظر من 99% هم باخت است و 99% هم از بین میبرین پولتونه و شاید 1% خوش شانس باشه که 1% هم مایتونه استمون چینایی و آمریکایی و اینا می باشه به نظر من. ولی بهترین کاری است که سیف باید برین و سیف حرکت بکنین. یعنی بهترین حرفی که میتونه برای شما بگم امی است. اگری که بالای اعتماد دارین، حرفی را که میگم باید انجام بدین. ما اگر می بودم $1000 آمریکایی خود تقسیم 5 میکردم و هر ماه ورود میکردم. یعنی مثلا تاریخ اول ماه فوریه یک بار خرید میکردم، یک ماه بعدش تاریخ اول دیگه ماه میخریدم، تاریخ اول دیگه ماه، اول دیگه ماه، اول دیگه ماه، بعدش میدیدم که بدر $1000 سرمایه گذاری کردیم. تا 5 ماه قیمت بالا میرفت میخریدم، پایین میرفتم من میخریدم. من نیاز نداشتم بفهم قیمت بیت کوین چند است، من فقط میرفتم پول خدا وارد میکردم و سیل بین میبودم، قیمت پایینم میرفت قصهش نبودم، بالا میرفت قصهش نبودم. من فقط از استراتژی DCA یا دلار کاست اوریج استفاده میکردم و یکی از بهترین استراتژی‌های حال حاضر برای ما تو است. تمام. خدا کنه که متوجه شده باشین و از این کاملا آموزش دیده باشین. حتما ویدیو رو لایک بکنین، سابسکرایب داشته باشین و در کامنت بنویسین هر مشکل دارین و هر سوال اگر نفهمیدین در کامنت بنویسین. حتما همکارای ما برای شما جواب میده و منتظر انتقادات، پیشنهادات و تمام حرفای دیگه شما هستیم. حتما در کامنت برای ما بنویسین چی سوال دارین، یا از این ویدیو خوشتون آمد یا با سرمایه $100 هم بسازیم ویدیو، با سرمایه $500 هم بسازیم. هر کامنتی که بیشترین لایک و بیشترین تکرار داشت در مورد ما ویدیو میسازیم. یعنی مثلا کسی بگه که در مورد از این بگو که با $500 چگونه سرمایه گذاری بکنیم، یا مثلا با $1000 ریسکی پیش بریم یا کم ریسک یا بیخی بدون ریسک پیش بریم، که از یا بگوین حتما ما نمودش جور میکنیم. یا در مورد ویدیو اگر نفهمید، در مورد ارزان نفهمید، حتما نوشته در کامنت، حتما ما پاسخ میدیم و این که وظیفه ماست که برای شما کمک بکنیم. شاد و خرم سر حال باشین. الله حافظ، نگهدار همه شما.